الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، السلام علیکم برادران و خواهران عزیز. این لحظه که ما را گوش میکنید، امروز میخواهم در بیان یک احادیث پیغمبر خدا علیه السلام بیان کنم. سنت پیامبر و تمام پیامبران است. وقتی سنت پیامبر تمام پیامبران که گفتم با این چنگ بزنه، انشاءالله که در دنیا و هم در آخرت سربلند میشه. پیش از آغاز صحبت از همه به احترامانه خواهش میکنم برادران و خواهران عزیز، این نوار ما را همچون یک هدیه از ما قبول کنید و با دوستان و برادران خود روان کنید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه 4 سنتی هست که سنت من و تمام پیغمبران است. یک تای از آنها چی است؟ این نکاح است. پیامبر علیه السلام یکم سنت پیامبر و تمام پیامبران این چی است؟ نکاح است، نکاح کردن. و یک جوان هم نزد پیامبر آمد گفت یا رسول الله چی تعلیم میتی؟ پیامبر خدا علیه السلام گفت بهترین مرد همون مردی هست که زن دارد و بهترین دختر همون دختری هست که شوهر دارد. این یک تعلیم پیامبر علیه السلام برای امت است. و در دیگر احادیث پیامبر میگه النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح یک از سنت های من است. هر کسی که به نکاح چنگ بزنه سنت من چنگ زده. هر کسی از نکاح رو میگردنه او از ما رو گردانیده است. و همه خاطر یکم سنت پیامبر و تمام پیامبران این نکاح است. دوم سنت پیغمبر و تمام پیغمبران این طیب است، یعنی خوشبویی. پیامبر خدا علیه السلام در احادیث مبارک میفرماید که من از این دنیا 3 چیز دوست میدارم. یک تای از آنها این خوشبویی است. پیامبر میگه و سنت پیامبر تمام پیامبران این خوشبویی است. باید ما چی در عبادت باشیم، چی در خانه در پیش پدر و مادر، زن و شوهر و چی در کار دنیایی، همیشه باید که خوشبویی را استفاده بریم. این سنت پیامبر و تمام پیغمبرای خدا علیه السلام است. و مسلمان هم همیشه باید که خوشبویی را به خود استفاده بره. و سوم سنت پیامبر و تمام پیامبران این است، این نظافت، پاکی است. یعنی پیامبر علیه السلام گفت که سوم سنت تمام پیامبران این نظافت است، پاکی است. در دیگر احادیث پیامبر میگه ان الله نظیف، بدرسی که الله مهربان پاک است، یحب النظاف، دوست می‌داره که بنده‌هاش چی باشن؟ پاکیزه باشن. مسلمان همیشه چی درون خودش از حرام خوری پاکیزه بداره و چی بدن خودش هم پاکیزه نگه بداره و چی جای خواب، خانه و درش هم باید همیشه پاکیزه نگه بداره. نگاه که پیامبر در خانه و در همیشه رنگ زنها هم چیکار میکرد؟ کم کم کمک میکرد، تازگی میکرد تا اینکه امتش من بعد همیشه تازه و آزاده باشند. و 4م سنتی که پیامبر و تمام پیامبران هست این حیا است. پیامبر گفت حیا است. حیا هم سنت پیامبر و تمام پیامبران هست. در دیگر احادیث میگذاریم پیامبر میگه که ایمان به 70 شاخه والله علم اگر خطا نکنم تقسیم میشود. یک شاخه همون ایمان چی است؟ حیا است. پیامبر میگه به این خاطر شیخ سعدی میگه حیا داشته باشد آدمی زاد، لعنت خدا بر وجود بی حیا بود. امروز برای مرد مسلمان و زن مسلمان هم حیا چی است؟ در کاری است. باید که مرد مسلمان و هم زن مسلمان چی باشند؟ به حیا و به عفت باشند. به خاطر که صحابه روایت میکنن میگن حیای پیامبر مثل عروس تای چادر بود. الله متعال همه ما و شما را هدایت بر این 4 سنت پیامبر موفق بگرداند.